آقا در سایه‌سار ولایت و همزمان با دهه زجر، گوشت و مرغ و ماهی دیگه یک کالای اساسی و مصرفی نیست، بلکه یه جور محصول لاکچری به حساب میاد که فقط تو یخچال آقازاده ها پیدا میشه و به صورت گرمی در بازار بورس معامله میشه. مسئولین نظام هم که با این وضعیت گیج شدن و نمیدونن چیکار کنن، در اقدامی هماهنگ در سراسر کشور کلی پوستر و بنر پخش کردن که مردم به جای گوشت از قارچ استفاده کنن، به جای مرغ هم کدو و کلم میل کنن، به جای ماهی هم کاهو و سیب زمینی بخورن. ما هم گفتیم باشه، حالا که مرغ و گوشت و ماهی به عوامل استکبار پیوستند و گوشتشون لاکچری شده، فلزا میریم کاهو و سیب زمینی میخوریم. ولی خب یه نگاهی که به قیمت‌های میوه فروشی سر کوچمون انداختیم، متوجه شدیم کاهو هم شده کیلوی 15,000 تومان. کاهو آقا، کاهو کیلوی 15,000 تومان. اینجاست که باید به نقشه‌های شوم استکبار جهانی پی برد و در راستای مقاومت در برابر توطئه‌های دشمنان نظام ایستادگی کرد و کاهو و سیب زمینی هم نخورد. من مطمئنم که این حسن آقا میوه فروش سر کوچمون از عوامل دست نشانده استکبار جهانی و مأمور سازمان جاسوسی اسرائیل که میخواد با کاهو کیلویی 15,000 تومان اهداف شوم دشمنان نظام رو پیاده سازی کنه. آقا ما علاوه بر این که دیگه گوشت و مرغ و ماهی نمیخوریم، از این به بعد کاهو و کلم و قارچ و سیب زمینی هم نمیخوریم تا مشت محکمی در دهان شرق و غرب بزنیم. آقا شیر و ماست و کره هم نمیخوریم، گوجه فرنگی هم نمیخوریم. آقا اصلا ما دیگه از این لحظه به بعد هیچ چی نمیخوریم. نه اینکه پولشو نداشته باشیم ما، نه، بلکه میخوام یه مشت محکمی در روده بزرگه روده کوچیکه رو خورد. دل و روده ما هم شده عوامل استکبار.